جمال آمد یک رقم این قضیه رو جمع کن، شر به پا نشه. هیچ خبری هم نیه، چی هم نموشه. فقط همین مانده به خاطر جنگ این دو نفر از کار بیکار بشید. من نمیفهم، تو همه خبرها رو بشیدم، اما گیدم من چه ربطی دارم؟ عبدالله این ماشین رو اونجا استارت کن. رو چشم اگه با این میشه 700. به به تو بخیر آقای کمپرپیش. چرا در نماز صبح ما رو بیدار نکردی؟ ما خود ما دخواه منده بودید، چرا دخواه خود چطور بل میگیدی اصلا؟ گفتم که بیدارم کنید حتما. وقتی شب مثل خر بودی کار میکنی نیمه میشه دیگه. بگیره. سلام. بگیر. سلام. دکتر که نیستی سلام. آقا جان. سلام. بار جدید آوردم. از این بپرس چیکارش کنم؟ خودت بشین نمیگی. میگه که بارا رو کجا خالی کنه. صبر کن الان میایم. میگه صبر کن الان میام. خب میمونم. یه اتفاق بد دارم نفته. رانه سفید تشاش دارم برم. یک بیشرف. بشید صبح بمونی؟ چی بوده دست دیوانه؟ پیسه رو نتونستم جور کنم. چرا پکری؟ کدام گپی نیست آقا. از ماندگی زیاد است. میدونم کلی کار داریم. باید پای دستگاه واسی. به چشم میرم حتما. فقط 1-2 ساعت اجازه میخوام. میدونم باید بجنبی، کامیونا دارن میان باید بار بزنیم. برو سر کارت. شما هم برین سر کارت. تلفن زنگ میزن آقا. فضولی؟ پاشقار. من بار شما رو وصل کردم. جلوی چشاتم فاکتورش کردم. این چیزا هم تو کت من نمیره. یعنی چی آقا؟ چه کم فروشی؟ چه چرت و پرت داری میگی؟ من میگم وصل کردم. من بهت میگم وصل کردم، تو میگی 2 تن توش آبه. من 10 تن بار خشک بهت دادم. اینا فاکتورش هم هست اینجا. فاکتورش کجاست من پیداش نمیکنم؟ نه دیگه، هر چی داری بر خود حرف میزنی، من هیچی بهت نمیگم. هی زر میزنی. اصلا میدونی چیه؟ همینی که هست. من اینجوری کار میکنم. میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. بارتو بفرست، چکت هم بگیر. ببینم کدوم حرومزاده ای باهات کار میکنه با چک. نمیخوام بارمو بفرست آقا، چکتو بگیر. من اینجا بابا نکردم که بیا منت تو بکشم. چی شده باز؟ مردی که حرومزاده برگشته بهم میگه جنسات آب داره. دزدی میکنی. حالا که آدم هم حسابش نمیکرده. شانس گوه منه دیگه. منو بی پدر مادر. زنت به من تلفن زد. که چی؟ دنبال مهرشه؟ ریش بدی. آزارش ندی. اذیتش نکن. حقش. حقشه.
حدود 9 و نیم. بابا افغانه؟ بله، یه 10 سالی میشه با خانوادش اومدن ایران اقامت. کارت اقامت داره؟ فعلا اینجا باش، کارت داره. بیا تو. ماشینی کی جلو دوربین گذاشته؟ با خدا ما نکردم کار از منی. کار کیه پس؟ او رو انور گذاشته آقا اونجا. انور کدومشونه؟ نیه. یعنی چی نیست؟ کجاست؟ با خدا ما خبر ندارم نیه دیگه، حال نیست اینجا. این از صبح نبوده؟ نه بود، حال نیدم. کسی رفته بیرون؟ نه همه خروجی بسته است. ما برو بگیریم آقا، ما تیزو نمیخواد، بسرم. بسته اینجا. لطفاً برید دنبالش. چشم. ببین من که خوب میفهمم، خوب تو هم خوب میفهمی که اون محمد برای چی کشش. با چی صدای تو نمیکشی ها؟ با چی نمیگی که به خاطر ازی و خوار ازی و کشته شد؟ چرا داری چرت و پرت میگی؟ تا پیروز خودشون میکش تا خواهرمو بهش بدیم. 2 سال تموم رفت اومد تا جمال بله رو گرفت. قرار بود امروز عقد کنن، دیشب زد زیر همه چی. انگاری شما حالیتون نیست. بابا اسم خواهر بدبخت من انداخته سر زبونا، اون گور به گور شده. اگه دیوونه نیست پس چیه؟ عقل کله؟ دیوانه چی؟ دیوانه تو پدری درست صحبت کن. بابا رو میدم دماغ تو. جیران دا محمد الله خواست. جیران دا محمد گفت خاطر خواهی یک نگاه است. یک نگاه رو بخواد. ول کن. برو. یک نگاه رو میخواد ببره. یک نفر دیگه. چرا فرار کردی؟ تو چرا انقدر میلرزی؟ مریضی؟ نه آقا. پس چرا فرار کردی؟ نیسانو تو جلو دوربین پارک کردی؟ چرا کشتیش؟ من نکشتمش. پس چرا در رفتی؟ کارت اقامت نداشتم. ترسیدم مرا برگردونیم. از ترس اقامت نداشتن در رفتی، متهم شدی به قتل. من نمیخواستم برگردم افغانستان. نیسانو چرا جلو دوربین پارک کردی؟ ما نکردم آقا، به خدا ما پارک نکردم. پس کی پارک کرده؟ دوربین داره نشون میده. به خدا عبدالله گفته. عبدالله چی گفت؟ گفته پارک جلوی دستگاه. همین. مرا برمیگردونی؟ اینا چیه؟ اورگامی چیه؟ وقتی وصلم سرما را با کاغذ اینا درست میکنم. اقامتتو میخوای چیکار کنی؟ زنی رو نمیگیرم. اگه نشه؟ میشه. حتما اینا رو هم برای اون درست کردی آره؟ آقا هر کار کنی صاف بیا اینجا در دوربین میفته. ملاحظه کن اونجا هم که نخلاص. پس قبول داری تو گفتی ماشین اینجا پارک کنن؟ آقا ما گفتم اینجا، ما که نمیدونستم اینجا دوربینم. ما اصلا این تو چیزا سر در نمیارم. تو گفتی هرچی اینجا باشه جلو دوربینو میگیره. این پسر مرخصی رو میخواست برای چی؟ میخواست جیران رو ببینه. مگه نگفتی به هم خورده؟ جیران خودش ازش خواست. فکر کنم پشیمان شده بود. داداشش جمال خبر داره؟ نه آقا. چی شده؟
تو که هنوز اینجایی؟ مرد که نمیترسه، خجالت بکش. جنگ و بمب و موشک مال افغانستان بود، تمام شد رفت. اینجا باید برای یک لقمه نان در به در بدوی. استاد شو. کسی تو را رد مرز نمی کنه. جناب سرور، اون بدبختی بیچاره خورده زمین، چرا به من دستبند میزنی؟ من چیکارم اصلا؟ مقتول چقدر بهت بدهکار بود؟ 20 تومن. بهش فشار آوردی آره؟ نه خودش میخواست تصفیه کنه. مهریت چی؟ مهریه کدومه؟ مهریه چیه؟ ببین تو امروز طلب تو میخواستی، اونم نداشت بهت بده. رفتی پای دستگاه باهاش یقه به یقه شدی، زدی کشتیش. نه به جون ناموسم یه چیزی بگو دیگه. اونجا وایستادی برای من چیکار داشتم؟ شماره‌تو نوشتی برات بدی. بریم. من نباشم اینا از گرسنگی میمیرن. باشه. سربا من حکم جلبشو دارم. خانم این پرونده کیفریه. شما اگه شکایتی دارید تشریف بیارید کلانتری. چرا سربا؟ الان 3 ماه حتی یه سه کم به من نداده. من کلی پول هزینه کردم تا تونستم یه حکم جلبو بگیرم. خواهش من عرض کردم خدمتتون. تشریف بیارید کلانتری. دور بزن.